سلام دوستان، به کانال یوتیوبی ما خوش آمدید. امروز میخوایم با همدیگه درباره یکی دیگه از مشخصات لنز صحبت بکنیم. اگر ویدیوی قبلی رو دیده باشین، ما درباره فوکال لنز یا این عددی که در این قسمت از لنز نوشته میشه که برای این لنزی که الان دست من هست 17 میلیمتر هست صحبت کردیم. امروز میخوایم درباره یکی دیگه از مشخصهای اصلی لنز صحبت بکنیم و اون هم اپرچرش هست یا حد اکثر میزانی که لنز ما اجازه میده که نور وارد بشه. میخوایم ببینیم که این عدد چجور به دست میادش و چه تأثیری بر روی عکس ما میتونه داشته باشه. خب پس امروز میخوایم درباره F stop یا دیافراگم صحبت بکنیم. خب حالا اصلا دیافراگم یا اپرچر هم که بهش میگن، میخوایم ببینیم اصلا چی هستش. برای اینکه ما بخوایم ببینیم که اپرچر توی لنز چجوری کار میکنه، من احتیاج دارم که این لنز رو به صورت عمودی و به صورت افقی برش بزنم. ابتدا به صورت عمودی برش میزنم و از این قسمت بهش نگاه میکنم. خب اگه ما این لنز رو برش بزنیم و از کنار بهش نگاه بکنیم، احتمالاً یه همچین شکلی رو از لنزمون خواهیم دید. این جداره در واقع خارجی لنزمونه که من اینجا دارم سعی میکنم نمایشش بدم. لنز ما یک عدسی در جلو داره که این عدسی رو من اینجا با رنگ قرمز نشون میدم. یک عدسی در انتها داره و تعدادی هم المان‌های دیگه اپتیکی هستن که در داخلش قرار دارن. حالا تعدادش قطعا از این تعداد 4 تا بیشتره، من به صورت شماتیک دارم نشون میدم. و برای اینکه ما بتونیم سنسورمون رو نوردهی انجام بدیم، مثلا این سنسورمونه و این هم دوربینمون هستش که در پشت این لنز قرار داره، مثلا رو سپایه هم هستش، احتیاج داریم که پرتوهای نوری که من اینجا با رنگ نارنجی نشونش میدم از محیط خارج به لنز ما بتابه، از این عدسی عبور بکنه و به لنزمون برسه. این پرتو مرکزی هستش. پرتوهای دیگه هم دچار یه سری شکست ها اینجا میشن، اما در انتها در واقع همشون به سنسور میرسن و سنسور ما رو روشن میکنن. خب غیر از این عدسی ها در داخل لنز، تقریبا این همین قسمت های جلوی لنز ما یک مکانیزمی رو داریم، یه مکانیزم فلزی هستش که این مکانیزم رو بهش میگن آیرس، که این آیرس دارای تیغه های فلزی هست که این تیغه های فلزی میتونن باز و بسته بشن، میتونن اینجوری بسته بشن، به هم نزدیک بشن یا از همدیگه دور بشن. این آیرس در واقع اینجا من اسمش هم بنویسم، بهش میگن آیرس. مکانیزمی هستش که دیافراگم ما رو در واقع میتونه کنترل بکنه. یک چیزی شبیه در واقع چشم آدمی زاد میمونه. مثل این میمونه که شما موقعی که وارد یک فضای تاریکی میشین، قرنیه چشم شما باز میشه تا نور بیشتری رو بگیره. موقعی که به مکانهایی میرین که نور زیاده، قرنیه چشم بسته میشه و نور رو کنترل میکنه. آیرس هم یه همچین مکانیزمی رو داره، میزان نوری که عبور میکنه رو کنترل میکنه. الان اگه نگاه بکنین، اگه آیرس ما تا اینجا بسته باشیم، نورهایی که به این قسمت میخوره نمیتونن عبور بکنن و به سنسور برسن، فقط نورهایی که از وسطش عبور میکنن به اونجا میرسن. حالا برای اینکه اینو بهتر ما متوجه بشیم که ببینیم دقیقاً حالا اپرچر چه ارتباطی با آیرس داره، همونطور که گفتم من باید یک مقطع افقی هم از این لنز بزنم. خب این رو من اگر بخوام مقطعش رو بزنم، لنز رو بخوام از رو به رو ببینیم، لنز ما یه حالت دقیقاً همچین شکلی میشه، دایره‌ای داره. این قسمت که میشه این قسمت مرکزی
لنزمون اینجا میشه که این عدسی قرمز رنگ هم که میبینید این دقیقاً در وسط این، یعنی در کنار این میفته. این همین عدسی هستش که اینجاست و اون آیرسی که سبز رنگ هستش، من اگه بخوام تصویرش رو اینجا بکشم، در واقع یه فضای خیلی خیلی کوچیکی در وسط لنز میشه. یک گشودگی هستش که این تیغه های آیرس رو هم، تیغه های اپرچر هم حالا بهش میگن بعضا، ولی این اسمش آیرس هستش. تیغه های آیرسمون رو هم اینجا میبینیم. حالا اپرچر چیه؟ اپرچر در واقع این دایره‌ای هستش که در وسط این آیرس ایجاد میشه و فضایی هستش که اجازه میده که نور ازش عبور بکنه. در واقع این دیافراگم این قسمت هستش، مساحت این دایره. خب مثلا اگر لنز ما اینجا به عنوان مثال 40 میلیمتر باشه، حالا شما این جلوی لنز می‌بینید، مثلا این لنز که نوشته مشخصات لنز رو اینجا می‌نویسن، مثلا این لنز 40 میلیمتره و یک اف به عنوان مثال مثلا 2.8 داره. این لنز مثالی ما هستش. خب بنابراین ما الان همش قراره که با دایره صحبت بکنیم. حالا اینجا اگه اجازه بدین من به شما نشون بدم که روی دوربین این آیرس چجوری واز و بسته میشه. الان من یک لنز 50 میلیمتر دارم با اف 1 و 2. اگه من آیرس رو کامل ببندم، شما الان تیغه های آیرس رو، تیغه های اپرچر رو میبینید و اپرچر اون مرکزی هستش که در واقع گشودگی هستش که اونجا هستش. اگه من بخوام مساحت اون رو زیاد بکنم، بعد حلقه دیافراگم رو بچرخونم و شما میبینید که این به مرور داره این آیرس باز میشه و مساحت نور رو در واقع زیاد، مساحت نور عبوری رو میتونه افزایش بده و باعث میشه که سنسور ما نور بیشتری رو جذب بکنه. خب پس ما باید در واقع اگه بخوایم دیافراگم رو متوجه بشیم، باید درباره این دایره صحبت بکنیم. خب من این دایره رو میام و اینجا شکلش رو میکشم. این دایره رو ما فرض میکنیم که یک قطری داره 14 میلیمتر قطرش هستش. اگر ما 14 میلیمتر رو مبنا قرار بدیم، میدونیم که مساحت دایره از فرمول پی آر به توان 2 به دست میاد که آر شعاع دایره هست یا همون نصف قطره، یعنی اینجا میشه 7 میلیمتر. اگر ما این رو تو این فرمول قرار بدیم و حساب بکنیم، مساحت این دایره میشه 157 میلیمتر. یعنی مساحتی که این اپرچر به ما اجازه میده که نور ازش عبور بکنه و به سنسورمون برسه. خب حالا اگه ما بخوایم که میزان نوردهی عکسمون رو زیادتر بکنیم، مثلا یک استاپ نوری اجازه بدیم که نور بیشتری به سنسورمون برسه، کاری که باید انجام بدیم این هستش که این دایره رو مساحتش رو 2 برابر بکنیم. خب اگه بخوایم مساحت این دایره رو 2 برابر بکنیم، کار یکم به اون آسونی که فکر می‌کنیم نیستش. اگه بخوایم برای 2 برابر بکنیم، این ور به این راحتی 2 برابر نمیشه. چرا؟ اینو من حالا این بالا می‌نویسم توضیحشو، خیلی ساده است البته. ببینید اگر فرمول دایره S P R به توان 2 باشه، اگه ما بخوایم این سمت رو 2 برابر بکنیم، یعنی 2S داشته باشیم، این سمت رو من اگر شعاعم رو هم 2 برابر بکنم، این چون بعداً به توان 2 میرسه، 2 به توان 2 در واقع این سمت 4 برابر میشه، 2 برابر نمیشه. برای اینکه این مشکل برطرف بشه، من باید این سمت رو ضرب در عدد در واقع رادیکال 2 بکنم که این رادیکال 2 به توان 2 برسه و بعد این ور هم 2 برابر بشه مثل اون ور. این عدد رادیکال 2 عدد کلیدی ما هستش در اینجا. تمام محاسبات ما بر اساس رادیکال 2 به دست میاد. پس اینجوری که ما اینجا انجام دادیم، برای 2 برابر شدن این مساحت ما باید این عددمون رو، این حالا قطر یا شعاع فرقی نمیکنه، هر کدومش که باشه، بعد ضرب در
رادیکال 2 بکنیم تا مساحتی که به ما میده مساحت 2 برابر قبلی باشه. خب این دایره ما قطعا بزرگتر میشه. اگر 14 رو ضرب در رادیکال 2 بکنید، رادیکال 2 تقریبا برابر 1 و 4 هستش. ما میتونیم بگیم که تقریبا قطرمون میشه 20 میلیمتر. این 20 میلیمتر رو اگه تو این فرمول بذاریم که بخوایم محاسبه بکنیم، اندازهش میشه 314 میلیمتر. همونطور که میبینید 2 برابر مساحت قبلی میشه. به همین طریق من اگر ادامه بدم، یعنی هر دفعه بخوام این رو 2 برابر بزرگتر بکنم، از 20 میلیمتر بخوام برم به عدد بعدی، این رو باید دوباره ضرب در یک رادیکال 2 دیگه بکنم که اگه این کار رو انجام بدم مجدد این سایز اپرچر ما بزرگتر میشه. این تقریبا برابر 28 میلیمتر میشه قطرمون و مساحت دایره مرکزی ما هم که مساحت دایره در واقع اپرچرمون هست میشه 628 میلیمتر. ما همینطوری میتونیم اینو ادامه بدیم از این سمت، یا میتونیم اگه به اون سمت میریم اینو تقسیم بر رادیکال 2 بکنیم، این مساحت کوچیک‌تر میشه. بسیار خوب. حالا ببینیم که از روی این ما چجوری میتونیم اف استاپ رو استخراج بکنیم و به دست بیاریم و بفهمیم که چجوری محاسبه میشه. فرض میکنیم که ما 2 تا دوربین داریم اینجا. من این دوربینا رو مجدد از کنار میکشم، مقطع میزنم که بهتر مشخص بشه. همین لنزی رو که اینجا مثال زدیم مثلا همینجا میبندیم روی لنزمون، روی دوربینمون. لنز 40 میلیمتر. در دوربین دوم هم دقیقاً از همین ستینگ استفاده میکنیم. یعنی دوربینمون رو تو همون فاصله سعی میکنیم قرار بدیم و یک لنز مشابه 40 میلیمتر رو روی این دوربین نصب میکنیم. این هم فرض میکنیم که سنسور دوربینمونه. تو این حالت اول سنسور دوربین دقیقا مشابه همون دوربین توی یکی حالت. توی این قسمت این میزان در واقع نوری هست که به سنسور ما رسیده. مثلا یه چیزی حدود 90% نور رسیده به سنسورمون. در این حالت دوم این میزان مثلا کمتره، 45%، نصفه حالت اول. خب اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم، همونجوری که گفتم احتیاج هستش که پرتوهای نوری از منظره بیرون بازتابیده بشه، از داخل لنز عبور بکنه و به سنسورمون برسه. خب پس من پرتو نوری اینجا به صورت شماتیک نشون میدم. این اگه پرتو نور باشه تو حالت اول چون نور زیادتر بوده در واقع نور بیشتری سنسور تونسته بگیره. تو حالت دوم برای اینکه بگیم نور کمتر بوده من اینو یکم میزان نورش رو کمتر میکشم، برای همین زاویه‌اش یکم بسته تر میشه. خب توی این حالت برای اینکه ما به این میزان از نور برسیم اپرچرمون باید اینقدر باز باشه، به این میزان، مثلا بگیم 20 میلیمتر. تو حالت دوم ما نصف اون نوردهی داریم، بنابراین در واقع اپرچرمون یا دیافراگممون کمتر بازه، 10 میلیمتر. خب بیاین حالا فرض بکنیم که ما همین لنز رو که داریم، همین دوربینی رو که داریم میایم و یک لنز دیگه روش میبندیم. این لنز رو باز میکنیم، یه لنز دیگه میبینیم، ولی من این لنز رو نگه میدارم چون احتیاج دارم که مقایسه انجام بدم. مثلا این لنز رو من برداشتم، یه لنز با فوکال لنز بیشتر گذاشتم. فوکال لنز هم اگر ویدیوی قبلی رو دیده باشین اشاره کرده بودم که در واقع فاصله‌ای هست، ولی اینجا چون یکم اینجا بهتر کشیدم شکلش رو این توضیح میدم. فاصله‌ای هست که اگه دقت بکنین تمام پرتوهای نوری که از لنز عبور میکنن تو یه نقطه همشون به هم میرسن و بعد دوباره از همدیگه منکسر میشن. این فاصله بین این نقطه
این نقطه‌ای که همه پرتوها به هم رسیدن تا سنسور رو بر اساس میلیمتر که اندازه گیری بکنین بهش میگن فوکال لنز. یه ویدیوی دیگه ای هستش که من درباره فوکال لنز صحبت کردم. اگر مایل باشید میتونید این ویدیو رو ببینین، توضیحاتش یکم کامل‌تر هستش. خب ما یک لنز دیگه ای رو پس قرار شد اینجا ببندیم. من این لنز رو به صورت نقطه چین نشون میدم که مشخص بشه که یه لنز دیگه ایه. مثلا یه لنز 2 برابر فوکال لنز، یه لنز 80 میلی متر. توی این حالت دوم هم همین کارو میکنم. روی این هم یک لنز 80 میلی متر میبندم. خب وقتی این اتفاق میفته در واقع فوکال لنز ما تغییر میکنه و این عدد جلوتر، این در واقع نقطه جلوتر میاد. این دفعه ما برای اینکه همین میزان نوردهی رو داشته باشیم مجبوریم که آیرسمون رو این میزان باز بکنیم. میبینید که به مراتب بیشتر از حالت قبله. مثلا اگه اون 2 برابر شده باشه مثلا میگیم که این 40 میلی متر باز شده. توی این حالت دوم مجدد این 2 برابر این میشه 20 میلی متر. خب از مقایسه این دوتا شکلی که من اینجا کشیدم ما یک نکته ای رو به دست میاریم، یه نکته ای رو میفهمیم، این که خود این عدد یعنی باز شدگی دیافراگم به تنهایی نمیتونه به ما نشون بده که چه میزان نور داره به سنسور ما میرسه. ببینید در این حالت این دیافراگم 20 میلی متر باز شده، ما 90% نور گرفتیم. اما در حالت دوم که اینجا هستش مجدد این دیافراگم 20 میلی متر باز شده، اما این دفعه ما 45% سنسورمون نور گرفته، یعنی نصف اون حالت شده. پس این عدد نمیتونه به تنهایی نمایندگی بکنه میزان نوری رو که داره به سنسور میرسه. یا همین توی همین مثال مشابه که این بالا هستش، برای یک دوربین یا یک دوربین ثابت اگه ما بخوایم 90% نوردهی بکنیم سنسورمون رو، اگر لنزمون 40 میلی متر باشه باید دیافراگممون رو 20 میلی متر باز کنیم. رو همون دوربین با یه لنز 80 میلی متر برای گرفتن یک میزان مشابه نوردهی باید دیافراگممون رو 40 میلی متر یا 2 برابر اون باز بکنیم. پس از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که اف استاپ که ما با اون با اف کوچیک نشونش میدیم در واقع حاصل یک نسبتی بین فوکال لنز و میزان بازشدگی دیافراگم که این فرمول اگه ما بنویسیمش اف استاپ ما برابر با اف بزرگ که این اف بزرگ همون فوکال لنز یا فاصله کانونی لنز هست تقسیم بر در واقع میزان باز شدن اپرچرمون که این رو ما با دی نشون میدیم چون قطرشو مد نظر داریم، قطر دیافراگم. خب اگه من بخوام اینجا حالا اینو ادامه بدم برای اینکه ببینیم این عدد رو چجوری به دست میاریم، من این قسمت بالا رو پاک میکنم تا اینکه بخوام بهتر اینو توضیح بدم. خب طبق این فرمولی که ما اینجا داریم F ما که اینجا برای ما در واقع مجهول هستش، ما اینو مثلا نمیدونیم چیه میخوایم به دستش بیاریم. من این F اگه اینجا بنویسم با رنگ قرمز بنویسم برابر هستش با فاصله کانونی یا F بزرگ تقسیم بر D. توی این قسمت اگه ما بخوایم این لنز رو مبنا قرار بدیم این برابر میشه با، من اینو با همین بنویسم چون فوکال لنزمون ثابت هستش، این 40 میلی متر رو ما مینویسیم و توی این حالت که قطرمون میزان بازشدگی در واقع اپرچرمون 20 میلی متر هستش، این 20 هم من پایین مینویسم 20 میلی متر. خب اینو خیلی ساده میتونیم حساب بکنیم، همونجوری که میبینین میلی متر با میلی متر حذف میشه
و نتیجه تنها یک عدد میشه، عدد 2. برای همین هستش که اف استاپ هیچ یکای مشخصی نداره، یکا نداره، برای اینکه میلیمتر با میلیمتر حذف شده، فقط یک عدد تنها رو نشون میدن. همونجوری که اینجا توی این لنز میبینید برای فوکال لنز عدد میلیمتر برای میلیمتر گذاشته، ولی برای اف استاپ هیچ یکایی رو در نظر نمیگیرن. حالا ما میتونیم همین رو ادامه بدیم و برای در واقع حالتهای دیگه هم حساب بکنیم. الان این حالتی که ما حساب کردیم این حالت هست. اگه ما بخوایم اف استاپمون رو در واقع اگه بخوایم میزان نوردهیمون رو بیشتر بکنیم، مثلا یک استاپ نوردهی سنسور رو افزایش بدیم، در واقع طبق این شکلی که اینجا داریم باید مساحتمون رو 2 برابر بکنیم. برای 2 برابر کردن مساحت باید قطر اپرچرمون رو رادیکال 2 برابر بکنیم. خب پس من توی این حالت دوم که میخوام نوردهیمو زیادتر بکنم، میام و همون 40 میلیمتر رو مینویسم، چون این ثابته، یکی از خصیصه‌های لنز ما، نمیتونیم تغییرش بدیم. چیزی که میتونیم تغییر بدیم همون سایز در واقع اپرچر هستش. اینو برای اینکه 2 برابر بخوام بکنم، این رو باید 20 میلیمتر رو ضرب در اون عدد رادیکال 2 بکنم. خب اگه اینو ما حساب بکنیم، این تقریبا برابر میشه با 28 میلیمتر، همون عددی که اینجا داریم، و نتیجه کسرمون برابر میشه با 1/4. خب من اینجا الان این رو پاک میکنم تا این عدد رو بیشتر توضیح بدم. خب برای افرادی که یکم با دوربین کار کردن و سررشته‌ای دارن، این عددها تا همین الان هم فکر میکنم که خیلی آشنا باشه. این عددها عددهایی هستن که بر روی لنز ها معمولا شما میبینید و نشانگر استاپ های کامل نوری هستن. اگه من این عملیاتی که اینجا انجام میدادم و یک بار دیگه انجام بدم، یعنی از 28 میلیمتر یک مرحله دیگه برم جلوتر که میشه 40 میلیمتر برای بازشدگی این دوربین، برای بازشدگی این اپرچر، و میزان در واقع مساحت این دایره جدید من میشه 1256 میلیمتر، و اگر این رو در این فرمول قرار بدم، این 40 میلیمتر که فوکال لنز هم هست تقسیم بر 40 میلیمتر که این بار میزان بازشدگی اپرچر هم هستش در نظر بگیرم، این میلیمتر با میلیمتر هست میشه و حاصل میشه 1، یعنی عدد 1 رو که عدد پایه و مبنا هستش به ما میده. این حالت آرمانی یک لنزه که عدد 1 رو به ما میده. اگه اینجا دوباره دقت بکنید میبینید که برای لنز ها معمولا یک عدد 1 میذارن و بعد در قیاس با این 1 هستش که اپرچرش رو، ماکسیموم اپرچرش رو می‌نویسن. برای این لنز ماکسیموم اپرچر 3.5 هستش. خب اگه من اینا رو بخوام پشت سر هم بنویسم، این مبناهای در واقع استاپ های نوریمو، من عدد 1 رو دارم که عدد مبنا و پایم هست. اگه بخوام عکسم رو در واقع تاریک‌تر بکنم، یک استاپ نوری تاریک‌تر بکنم، عدد میشه 1.4. من دیگه اینا رو تون تون می‌نویسم. عدد 2، 2.8، 4، 5 و 6، 8، 11، 16 و همینطور اینا ادامه پیدا میکنه تا انتها میره. خب اگه اینجا دقت بکنید میبینید که در واقع من برای اینکه از 1 به 1.4 برسم، همون کاری رو که اینجا کردم در واقع انجام دادم. اومدم این رو ضرب در رادیکال 2 کردم. از 1.4 به 2 هم من این رو ضرب در رادیکال 2 کردم. این به این معنا هستش که از این استاپ اول به دوم عکس من 2 برابر نوردهیش بیشتر شده و از اینجا 1.4 به 2 مجددا 2 برابر بیشتر شده. خب این یعنی این که از F1 تا F2 عکس من در واقع چقدر؟ 4 برابر پرنورتر شده. خب من اینو میخوام اگه براتون
نشون بدم که چه اتفاقی دقیقاً افتاده، من اینو میام و به صورت شماتیک میزان نوری که داره به سنسور میرسه رو من اینجا با توجه به این اندازه باز شدگی اپرچر بخوام نشون بدم. مثلا فرض کنیم که این سنسورمون هست میخواد نور رو بگیره و این هم نوری هستش که داره میادش. برای F1 که حالت ایدئال هستش، در واقع آیرس ما اجازه داده که اپرچرمون به این میزان باز بشه تا این نور از اینجا عبور بکنه. این نور در واقع داره از این سمت میادش و بعد میرسه به این سنسورمون. اگه برای F2 رو که در واقع 4 برابر تاریک‌تر هست بخوام بکشم شکلشو، آیرسمون در واقع اجازه داده که اپرچر اینقدر باز بشه که من اگه اینو بخوام دقیق‌تر بکشم نسبت به حالت اول، در واقع آیرس ما این میزان بسته شده نسبت به حالت آرمانی F1 و نور کمتری وارد در واقع سنسورمون شده. اینکه حالا چرا F1 رو در واقع میگم حالت آرمانی، به خاطر اینکه معمولا این F1 زمانی اتفاق میفته که نسبت بین فوکال لنز شما و قطر لنزتون برابر میشه. اینو مبنا قرار میدن، احتیاج به یک پایه دارن. این پایه رو در واقع F1 در نظر گرفتن و اونو دیگه همونطور که گفتم روی اینها هم یک رو می نویسن. همونجوری که ببینین این مبنا هستش، F1 F مبنا هست. اگه من اینو ادامه بدم همینطوری این در واقع میزان گشودگی این اپرچر کمتر و کمتر میشه. حالا من یکی دیگه میکشم اینجا، مثلا برای F8 رو من اینجا اگه بکشم و اینو بخوام بسنجیم نسبت به اون حالت مبناییمون که F1 هستش، در واقع این آیرس ما به این میزان بسته شده و یک اپرچر کوچیکی رو به ما داده. بنابراین نوری که به سنسور رسیده کمتر شده. خب حالا شما میبینید که در واقع هرچی ما عدد اپرچر رو بزرگتر میکنیم، این عدد اپرچر وقتی اندازش بزرگتر میشه مثل این میمونه که چیکار کردیم وقتی این وقت داره حاصل یک کسری بزرگ میشه، به این دلیل هست که مخرجش داره کوچیکتر میشه. یعنی موقعی که ما اپرچرمون به سمت عددهای بالاتر میره، در واقع ما داریم این رو میبندیم، میزان قطر آیرس داره کمتر میشه. اینا با همدیگه نسبت عکس دارن، نسبت مستقیم ندارن. برای همین هستش که در واقع F1 ماکسیموم باز شدن آیرس هست. اگه اجازه بدین من اینو به شما روی این لنزی که اینجا داریم به شما نشون بدم که احتمالاً بهتر متوجه بشین. الان این لنزی که اینجا من دارم یک لنز 50 میلیمتر در واقع F1 و 2 هست. الان این اپرچری که این وسط شما ملاحظه میکنین رو F4 هست. اگر من F4 رو به F2 و 8 تغییر بدم، یعنی عدد رو کوچیک بکنم عدد F، در واقع چون نسبت عکس هست قطر آیرس من باید بزرگتر بشه. شما الان نگاه کنید، من اینو میچرخونم به سمت 2 و 8 این بزرگتر شد و الان یه استاپ دیگه که الان 2 هستش و این الان F1 و 4. اگه تا انتها برم که F1 و 2 هست، این تیغه های آیرس تماما از جلوی عدسه لنز کنار میرن و بیشترین نوردهی به سنسور انجام میشه. خب فکر میکنم که در واقع تمام مباحثی رو که قصد داشتم خدمتتون ارائه بدم دیگه گفتم و ممنون میشم اگر که کانال ما رو سابسکرایب و لایک بکنید و اگر نظری دارید برای ما در کامنت ها بنویسید. اگر میخواهید که درباره مبحث خاصی صحبت بکنیم لطفاً اون رو اشاره بکنید که ما حتما درباره اون هم ویدیویی رو تهیه بکنیم. خیلی ممنون از حسن توجهتون. خدا نگهدار.